اون جنگ رو در تاریخ همتا نبود، جنگ خونین بیرحم نبود. بکن تو اون صحبا جنگ سریگاه، جنگ کشت و عربی مستقر خودی دیری بردگانی کنیم ما از هر فرصت در جنگ رفتیم. خلق پروژه مدین چکسلواکیا çok devrimler. Çok devrimler rafti daireden tabii her modeliyle dengeli bir tasdik yok. Diğer zor değil. بکنم از وقتی ما میزبان هستیم و کتابی که بدونید وقتهای اخیر در جهان کوشش های تاریخ رو از سر نوشتن است و هر یک نماینده در این یا اون دولت کوشش میکنند که تنها خلق خود رو دولت خود رو پیش صف نشان دهند درباره زحمت و قهرمانی های دیگر خلق فراموش کنند. برای همین ما هم یک به خلاصه آمدیم که بایگری خوب رو ما از دست داده ایستادیم، چون که اون اشتراکچی‌های جنگ بزرگ وطنی امسال خیلی سال خورده هستند. اونا شاهد زنده این جنگ هستند، آدمانی هستند که به واسطه خودشان اشتراک کردند و میتوانند در حقیقت رو بگویند. برای همین تصمیم گرفتیم که اشتراکچی‌های جنگ بزرگ وطنی از شهر دوشنبه که امروز در شهر دوشنبه اقامت دارند درباره همون نوشتیم، درباره هر کدام همون نوشتیم، زندگی نامه و یارو نوشتیم، در کدام محاربه ها و اشتراک کردند و به واسطه و خودشان گویند که چطور جنگ کردند در محاربه ها با چه موفقیت ها نوید گردیدند، چه مشکلی ها بود. برای همین این کتاب پیدا شد. جنگی رو با سری بلند، با افتخار، با شرفی خورده این زندگی رو طی نمودند. از نام شما این گلها رو به مکس تقدیم می‌کنیم.